امروز جواب با سوال های کامنتاری است. اما کوشش میکنیم جواب ها را پاسخ بدیم. اولا میگذاریم به سوال ها. برادر پرسیده است آهو در خواب چی تعبیر دارد؟ برادر دیگر پرسیده است سنگپوش در خواب چی تعبیر دارد؟ برادر دیگر خواب دیده است، توبه میکند و پرسیده است که چی تعبیر دارد؟ خانم پرسیده است خمیر در خواب چی تعبیر دارد؟ خلاص ما امروز کوشش میکنیم به سوال‌ها جواب بدهیم. بگذاریم برای تعبیر خواب‌ها، از سببی که تعبیر کردن خواب سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، ما کوشش میکنیم خواب‌های برادران، خواهران، اپاها و تمام مسلمانانی که خواب میبینند تعبیر نماییم. از سوال خانم سر میکنیم. خمیر در خواب چی تعبیر دارد؟ خمیر در خواب بایگری و نصیبه از الله است. همزمان خمیر در خواب به زیاد شدن سپی فرزندان و حاصل خوبی میوه اشاره میکنند. شخصی که در خواب خمیر میشورد نسلش زیاد و میوه و زراعتش سیر حاصل میگردد. در خواب نفر را مشغول خمیر شوری دیدن اشاره به مبلغ پولی و بهبودی عائلوی است. اگر خمیر در خواب به زودی رسد نشانه درآمد کلان پولی است. وقتی خمیر نرسد شخصی چنین خواب دیده دچار مشکلاتی پولی میگردد. سنگپوش در خواب همچون عمری دراز و با برکت تعبیر میگردد. استعمال نمودن گوشت سنگپوش نشانه از خود نمودن علم و دانش یا به دست آوردن مبلغ پولی است. آهو در خواب افاده کننده کودکان و دختران زیبا است. هر نفری که در خوابش آهو شکار میکند یا با او آهو تحفه میکنند و یا آهو خریداری مینماید برای خود منبع درآمد پیدا میکند یا عائله بنیاد مینماید و صاحب پسر میگردد. در خواب خپیدن آهو نیکی دیدن است. سر زدن آهو با دختری خوب ازدواج کردن است. رفتو آهو در خواب به مرد هجوم نماید پس زن این مرد با او اطاعت نمیکند. از پی آهو رفتن معنای نیروی بیشتر گرفتن را دارد. پوست کردن آهو به زنا راه دادن است. توبه کردن در خواب نشانه نجات یابی، خوشبختی و محبت الله به شخص توبه کننده است. این بود یک چند خوابی که در کامنتاری به ما ارسال شده بود و ما با خواست الله جل جلاله و این سوال ها پاسخ گردانیدیم. برادران و خواهران، کسانی که خواب میبینند با این کانال کامنتاری کنند، انشاءالله در مدت 2 یا 3 ساعت جوابتان را خواهید گرفت. باقی سربلند و پیروز باشید. خدا و نگهبانتان بود.